ویدیو شماره 3 از سری ویدیوهای آموزش HTML. توی این ویدیو قراره که با هم محیط رو بررسی کنیم، ادیتورهای متنی که داریم رو بررسی کنیم که خب برای ما VS کده و خروجی توی مرورگر رو بررسی کنیم. بسیار خوب. من VS کد رو باز میکنم. درباره VS کد توی جلسه قبلی صحبت کردیم. گفتیم که یا بذارید از این مرحله شروع کنیم. گفتیم ما زمانی که میخوایم یک فایل HTML رو بسازیم و شروع کنیم کد نویسی کردن، صرفاً هر جایی یه دونه فایل تکست ساده میسازیم و پسوندش رو از txt تغییر میدیم به htm یا html. حالا من اسمش مهم نیست، ولی خب اسمش رو تغییر میدم به ایندکس. بعدا دربارهش صحبت میکنیم که چرا. خب از ما میپرسه، میگه که نوع فایلمون میخواد تغییر کنه، آیا مطمئن هستی؟ میگیم بله. بسیار خب، پس الان ما یه دونه فایل HTML داریم. قبل از اینکه من البته میخواستم بیارم توی VS Code، میخواستم بگم قبل از اینکه میخوام بیارمش توی VS Code میخوام بذارمش توی یه پوشه. منتها خب اگر که بخوایم همین فایل رو باز کنیم توی VS Code، چند تا روش داره. یکی از ساده ترین روش ها اینه که از اینجا بکشیم بندازیمش توی VS Code، خیلی راحت. منتها توی یه فولدر میذارمش و اون فولدر رو میکشم میارم اینجا. بسیار. نکته ای که هست اینه که خب روش های زیادی هست، چند تا روش هست در واقع برای اینکه ما یه فایل یا یک فولدر رو با VS Code باز کنیم. یکی از اون روش ها دقیقاً به همین صورته، اینکه VS کدمون رو باز کنیم، اون پروژه رو، اون فایل رو یا فولدر رو بکشیم بیاریم بندازیم توی VS Code. روش بعدی اینه که از این سه نقطه فایل رو انتخاب کنیم، اوپن فولدر رو بزنیم و بعد فولدر مد نظرمون رو انتخاب کنیم و سلکت کنیم. و خب روش های دیگه هم هست. مثلا اینجا ما میتونیم CMD رو باز کنیم و توی CMD دستور کد دات رو بزنیم و خب با VS Code باز بشه. یا همینجا بعضن اینجا که نه، Open with VS Code معمولا حالا اینجا اضافه میشه، بعضن میتونیم از اونجا هم باز کنیم، کاری نداریم. اینجا حالتی که بود، خب فولدرمون رو میاریم با VS Code باز میکنیم. VS Code هم شبیه به همه برنامه هایی که هستن، زبدر، کوچیک‌تر کردن و چیزهای دیگر رو داره. اینجا تنظیمات رو داره که خب ما میتونیم از اینجا به اصطلاح خود تم VS Code دسترسی داشته باشیم. تم رنگی VS Code رو عوض کنیم، کاری نداریم به این. میتونیم وارد تنظیمات بشیم و اینجا میتونیم تنظیمات مختلف رو ببینیم، بررسی کنیم، دوباره کاری نداریم. دیگه چیزی که اینجا مهم باشه برای ما، اکستنشن هامون رو میتونیم از اینجا ببینیم، پروفایلمون رو ببینیم که دوباره با اینا کاری نداریم. از اینجا میتونیم به حسابمون دسترسی داشته باشیم، به این هم کاری نداریم. دو تا بخش خیلی مهمی که برای ما وجود داره، یکی این نوار سمت چپ هست و این بخش سمت چپ. در وهله اول با کنترل به علاوه زوم این میکنه و کنترل منها زوم اوت میکنه. توی قدم اول این که ما اینجا تب‌های مختلفی رو داریم که میتونیم فعال کنیم. اون تب رو اگه یه بار کلیک کنیم بسته میشه، باز میشه. حالا اینو یکم که با VS Code کار کنید دستتون میاد چیزای خیلی ساده رو، و خب چیزای خیلی ساده ای که هستن رو دیگه توضیح نمیدم. پس تب‌های مختلفی وجود دارن که ما میتونیم روی اونا بزنیم و واردش بشیم. تب اول تب اکسپلورر هست. اکسپلورر دقیقاً همون فولدری که ما داشتیم رو اینجا به صورت درختی نمایش میده. یعنی من اگر که اینجا بیام یه دونه فولدر جدید بسازم، اسمشو بذارم دو اینتر بزنم، همونطور که میبینید اینجا یه فولدر برای من ساخته شد. حالا اگر بیام این فایلی که داریم رو بندازم توی فولدر، این فایل درون اون فولدر قرار گرفت. و بیام اینجا یه فولدر دیگه بسازم، دوباره یه نیو فولدر قرار گرفت. داخل این یه دونه فایل تکست ساده بسازم. پس ما الان دو تا فولدر داریم درون این نیو فولدر اصلی خودمون. من اسمشو میذارم تست، که البته چون داره استفاده میکنه ازش نمیتونه اسمشو تغییر بده. یه بار دیگه، خب این میشه پروژه تست ما.
من VS کد رو باز کنم. VS کد الان 0 هیچ فولدری داخلش باز نشده. خودش میگه یا فولدر باز کن یا ریپوزیتوری، که ما این فولدری که هست رو از اینجا میکشیم میاریم اینجا. پس الان ما تستمون رو داریم، 2 تا فولدر درونش قرار داره که توی یکیشون index.html و توی یکی دیگهشون textdocument.html قرار داره که اگه اینو باز کنیم دقیقا به همین صورت هست. پس توی تب اکسپلورری که ما اینجا داریم میاد به صورت درختی فایل هایی که درون فایل ها و فولدر هایی که درونمون پروژه اصلیمون هستن رو به ما نمایش میده. توی یه سری اصطلاحات رو همین الان کار کنیم و یاد بگیرید. ما به این میگیم پروژه روت، فولدر روت در واقع. این فولدر میشه فولدر روت ما و خب چیزی که اینجا داره نمایش میده همون فولدر روت یا همون فولدر ریشه ما هستش. بخش‌های مختلفی اینجا وجود داره که خب کاری با اینو نداریم فعلا، ولی برای اینجا میتونیم یه فایل جدید بسازیم. نیازی نیست که ما هر باری که میخوایم یه فایل جدید بسازیم HTML بیایم اینجا یه دونه فایل تکست ساده بسازیم، بعد پسوندش رو تغییر بدیم، بعد اینتر بزنیم و اینور ایجاد بشه. همینجا خب من این فایل ها و فولدر هایی که هستن رو یکم، مثلا این نیو فولدر رو نیاز نداریم، این فایلی که هست رو هم نمیخوایم. میتونیم کلیک راست کنیم، نیو فایل یا نیو فولدر بزنیم. میتونیم از اینجا نیو فایل یا نیو فولدر بزنیم یا همینجا دابل کلیک کنیم یه فایل جدید میسازه. ما الان توی پوشه 2 نیستیم و اینجا میزنیم چی؟ اینجا میزنیم مثلا همون ایندکسی که گفتم index.html رو اینجا من تایپ میکنم که البته اوکیه. و خب اگر بخوام یه فولدر جدید بسازم یه فولدر جدید میسازم. الان داریم توی فولدر 2 فولدرمون رو میسازیم. اگه بخوام خارج از فولدر باشه اینجا رو انتخاب میکنم، فولدر میسازم به اسم 3. الان ما دو تا فولدر داریم داخلش، 2 و 3. این درون هیچ کدوم نیست، ولی فولدر 2 یه دونه زیر مجموعه داره که میتونیم از اینجا هم چک کنیم. فولدر 2 یه دونه زیر مجموعه داره، یه فایل داخلشه. فولدر 3 خالیه و فولدر بعدی هم که فایل بعدی هم که ایندکسمون. پس این تب اکسپلورر بود. تب بعدی که وجود داره تب سرچ هست. اگر که من بیام اینجا یه دونه تمپلیت اولیه HTML رو بندازم، مفصل درباره تمپلیت صحبت میکنیم، درباره این چیزی که الان اینجا هست مفصل صحبت میکنیم. صرفا الان میخوام اینو امتحانش کنم. ببینید ما اینجا میتونیم سرچ کنیم، میگیم هر جایی که بادی داریم، کلمه بادی رو داریم، برای ما پیدا کن. میگه توی index.html یه دونه داریم. میگم بسیار خوب، اینو جایگزین کن با مثلا 1 یا با BO و وقتی که این دکمه رو بزنم همه خب تاییدیه میخواد، تاییدیه میدیم، همه اون کلمات تغییر میکنن. حالا میگم اوکی بادیمون رو تغییر بده. میگیم هر جایی که چیز داشتیم، هر جایی که کلمه BO رو داشتیم بیا اینو تغییر بده به کلمه BODY یا همون بادی. و خب الان ریپلیس کنم دوباره، تاییدیه میخواد، تاییدیه میدیم و برای ما انجام میده. پس تب اکسپلورر نمودار درختی همون فولدر روتمون و تب سرچ رو داریم که میتونیم سرچ کنیم و پیدا کنیم و جایگزین کنیم و تغییر بدیم. توی کل فایل ها و فولدر هایی که توی روت هستن میگرده. این نکته ای که وجود داره. مثلا اگر توی خود همین یه دونه فایل بخوایم چیزی رو پیدا کنیم، کنترل F میزنیم، کنترل F برای ما پیدا میکنه. حتی میتونیم توی همین فایل ریپلیس کنیم، ولی توی یه فایل دیگه جواب نمیده. ولی اگر بخوایم توی همه فایل ها باشه، خب با این تب سرچ اینجا میگردیم. قسمت بعدی که وجود داره سورس کنترل هست که خب برای گیت و گیت هاب هستن. توی دوره گیت و گیت هاب باید اینا رو کار کنیم. توی قسمت بعدی قسمت دیباگ رو داریم که دوباره همینم توی قسمت جاوا اسکریپت ما مفصل بهش میپردازیم. و تب بعدی که از مهمترین تب ها هست برای ما تب اکستنشن هستش. اکستنشن خود کلمش یعنی افزونه. وقتی ما یه اکستنشن رو به کروم اضافه میکنیم یعنی داریم یه افزونه ای بهش اضافه میکنیم. حالا این افزونه یعنی چی؟
یعنی یک برنامه، یک نرم افزار، یک ابزار، یه چیزی که یه قابلیت بیشتری رو اضافه میکنه. به عنوان مثال مثلا همین بک‌گراندی که اینجا وجود داره. خب این بک‌گراند چطور داره اعمال میشه؟ اگر من بیام اینو تغییرش بدم، الان بک‌گراندمون تغییر کرد. یه بار دیگه بک‌گراندمون تغییر میکنه مدام. این بک‌گراندی که اینجا وجود داره به صورت پیش‌فرض نیست و شما زمانی که VS کد رو نصب میکنید توی حالت اولیه یه صفحه سیاه تقریبا، حالا یا سفید بسته به تم، و خب میایم اکستنشن نصب میکنیم و بعد از اینکه ما اکستنشن رو نصب کردیم یه اکستنشنی رو نصب میکنیم به اسم بک‌گراند. این اکستنشن بک‌گراند میاد برای ما اینجوری پس زمینه رو اعمال میکنه. اکستنشن های مختلفی هستن، ما به مرور به هر کدوم که نیاز داشته باشیم من میگم در طول مسیر که شما نصب کنید، ولی دارم اسکرول میکنم، هر جایی که نیاز داشتید پاز کنید، استاپ کنید، نگه دارید ویدیو رو و نصب کنید اکستنشنی که مورد نیازتون هست رو، که برای شما برای شروع پرتیر خیلی واجبه که کد رو فرمت میکنه، مرتب میکنه، منظم میکنه دیگه. HTML CSS ساپورت هست، این توی خود VS Code هم هست به صورت بیلت این، ولی بازم نصب کردنش خالی از لطف نیست. ارور لنز رو داریم که خب اینم ارور هایی که توی کد ها هستن رو به ما نمایش میده، اینم خوبه دیگه. کالر هایلایت، رنگ ها رو هایلایت میکنه برای ما. سپل چکر که اگر غلط املایی داشته باشیم توی نوشتن ها به ما نمایش میده. بک‌گراند رو هم گفتم. آتو کلوزینگ تگ و آتو رینیم تگ رو هم میتونیم داشته باشیم که این دوتا هم مفیدن برای دوره HTML. بقیه هم هستن توی دوره های مختلف، کارهای مختلفی انجام میدن که خب بسته به نیاز شما باید نصب کنید. دو تا نکته رو بگم، یکی این که برای اکستنشن های اضافی و زیادی رو نصب نکنید، چون ممکنه تداخل داشته باشن و ممکنه که دردسرساز بشن. و مورد دومم که فراموش کردم بگم این که برای خود نصب VS Code شما کافیه که توی VSC، که البته من نتم قطع شد، شما کافیه که توی اینترنت VS Code رو سرچ کنید و از توی خود وبسایت اصلیش میتونید دانلودش کنید. نصب کردنش هم چیز خاصی نداره، نکست میزنید و نصب میشه به اصطلاح. خب من نتم قطع شد، ولی خب اینو حالا شاید توی ویدیوی بعدی گذاشتم، ولی هیچ چیز خاصی نداره، صرفا شما وارد وبسایت اصلی میشین و از اونجا دانلود میکنید، نکست نصب میشه، همین. بسیار خب، پس این از محیط ادیتورمون که صحبت کردیم دربارش 13 دقیقه. بعد از اینکه شما یه سری اکستنشن ها رو نصب میکنید، ممکنه یه سری قابلیت های دیگه، تب های دیگه اینجا اضافه بشه که خب بسته به کاری که شما انجام میدین، بسته به اون اکستنشنی که نصب میکنید، اینا ممکنه که زیاد بشن، ولی اصلی ها و اون چند تای اصلی که ما داشتیم دقیقاً همیناست که درباره‌اش صحبت کردیم. اکستنشن ها رو میتونید سرچ کنید توی گوگل، مهمترین، بهترین، ضروری ترین، پر اهمیت ترین اکستنشن ها برای HTML، برای CSS، برای VS Code، برای نمیدونم هر زبانی که کار میکنین، اکستنشن های مختلف رو میتونید نصب کنید. پس من الان به همینجا بسنده میکنم، کافیه، و بقیهش رو اکستنشن ها رو منظورم، بقیه اکستنشن ها رو میذاریم برای وقتی که بهشون نیاز داشته باشیم. بسیار خوب، این از موضوع اولی که قرار شد دربارش صحبت کنیم، و موضوع دوم هم خروجی توی مرورگر و بررسی. خب، مورد بعدی که وجود داره، همینجا با یه اکستنشن دیگه آشنا بشیم. ما گفتیم زمانی که میخوایم یک فایل رو باز کنیم توی VS Code، خب
فولدرش رو میاریم میندازیم، یا از اینجا اوپن فایل یا اوپن فولدر میزنیم، یا روش های زیاد دیگه هست که گفتیم میتونیم اینجا با cmd وارد بشیم، توی خود ترمینال میتونیم وارد بشیم، کاری نداریم. خروجی گرفتن چی؟ گفتیم برای خروجی گرفتن میایم اینجا فولدر رو باز میکنیم، کلیک راست open with chrome، یا اگه به صورت پیش‌فرض روی کروم هست دابل کلیک میکنیم که روی کروم باز شه. بسیار خوب. الان اگر که یه چیزی بخوایم بنویسیم، مثلا من مینویسم علی، خب اینجا باید کنترل اس بزنم ذخیره بشه و توی خروجی ریفرش کنم که خروجی به من نمایش داده بشه. آتو سیو رو هم از اینجا میتونید فعال یا غیر فعال کنید. یه بار دیگه سه تا خطی که اینجا هستن، فایل، آتو سیو. خب من هر بار باید اینجا وقتی یه تغییری ایجاد میکنم ذخیره کنم، حالا اگه آتو سیو فعال باشه خودش ذخیره میشه، بیام اینجا ریفرش کنم. خب کار طاقت فرساییه، کار بیهوده‌ایه در واقع. ما یه دونه اکستنشن داریم به اسم لایو سرور، اگر بتونم پیداش کنم، لایو سرور. ما وقتی که لایو سرور رو نصب میکنیم توی فایل های HTML یه گزینه اضافه میشه به اسم، وقتی کلیک راست میکنیم Open with Live Server، البته 2 تا اضافه میشه، استاپ هم داره، ولی خب ما با Open with Live Server کار داریم الان. از اینجا و یا اینکه Go Liveی که این پایین هست رو وقتی کلیک میکنیم به صورت زنده، به صورت لایو اون فایل رو برای ما باز میکنه. هر تغییری که ما اینجا اعمال کنیم، البته نتونست اینو باز کنه، یه بار دیگه میگه که بدون اون تمپلیت اولیه نمیتونم، لایو سرور کار نمیکنه. پس ما الان اینجا اینو با لایو سرور باز میکنیم، یا از اینجا گو لایوی که هست رو داشت از پورت استفاده میکرد، از یه پورت 5500 اگه اشتباه نکنم. خب یه بار دیگه، خب این علی که هست رو من آیش رو پاک میکنم، نیازی نداره که ما هر بار اونجا ریفرش کنیم. هر بار که به اصطلاح اینجا یه تغییری ایجاد میکنیم، بعد از یه مدت کوتاهی اونور خودش تغییرات رو اعمال میکنه، پس نیازی به ریفرش کردن نیست و اینجوری ما خیلی راحت میتونیم کد بزنیم. به این صورت که خب من پنل رو میبندم، اینجا تگ دیو میندازم یا هر تگ دیگه ای که میخوام و شروع میکنم نوشتن، برای من مینویسه و اجرا میکنه و نیازی به ریفرش کردن مدام نیست. بسیار خوب. دوباره من همون تگ دیو رو اضافه کنم و علی رو اضافه کنم. بیایم اینجا، گفتیم توی خروجی به قول معروف گزینه‌هایی وجود دارن برای ما که ما 2 تا از اون گزینه‌ها رو کار داریم، یکی ویو پیج سورس و یکی اینسپکت. ویو پیج سورس رو وقتی بزنیم میاد تمام کدهای اون صفحه رو برای ما نمایش میده. خب این کدی هست که به اصطلاح برای خود لایو سرور یا هر اکستنشن دیگه ای میتونه باشه که خودش هم نوشته توی لایو سرور، اینجا اینجکت شده، وارد میشه کدش. کاری با این نداریم. شما معمولا اگر که با لایو سرور باز نکنید این یه تیکر رو نباید داشته باشید، مگه اینکه یه اکستنشن دیگه ای رو استفاده میکنید که اون اکستنشن به قول معروف اضافه کرده باشه. پس اینجا میتونیم تمام کدهایی که توی اون صفحه هستن رو ببینیم و اینجا سوال پیش میاد، آیا اینجوری امنیت سایت به هم میریزه؟ آیا ما میتونیم اون سایت رو هک کنیم؟ آیا میتونیم کپی برداری کنیم یا هر چی؟ خب منطقاً اطلاعات حساس رو توی صفحه اول توی ایندکس نمیذارن، شاید هم بذارن، ولی خب منطقی اینه که ما اطلاعات حساس رو توی صفحه اول توی ایندکسمون توی HTMLمون نذاریم و اطلاعات حساس رو رمز عبور، اسامی کاربرها، رمز اکانت هایی که هستن و الی آخر، اینا رو خب توی فایل ها یا فولدر هایی استفاده بکنیم که دسترسی بهش تقریبا یا سخت باشه یا غیر ممکن باشه و خب اینجا نذاریم که به راحتی بشه اونا رو دید و به قول معروف ازشون استفاده کرد. پس این از گزینه یکی مونده به آخری که گفتیم ویو پیج سورس هست. گزینه آخر که قبلا هم یه بار باش کار کردیم گزینه اینسپکت هست، بهش دیولپر تول هم میگن، ابزار به
به اصطلاح دیولپری یا توسعه دهندگی. دوباره به همین صورت میاد تمام تگ ها و فایل ها و فولدر، معذرت میخوام فایل و فولدر اینجا نمایش داده نمیشه، تمام کد هایی که درون اون فایل هستن رو به ما نمایش میده و خوبیش اینه که ما میتونیم با این گزینه انتخاب کنیم اون بخش رو. مثلا این علی که الان ما اینجا نوشتیم توی یه تگ قرار داره که این تگ دیو هستش و ما میتونیم اینجا ببینیم اونو. میتونیم تغییرات ایجاد کنیم. مثلا من میتونم اینجا بنویسم کالرش باشه رد، رنگش رو تغییر بدم به قرمز که خب به اصطلاح اینجا داره اعمال میشه و بعد اینو کپی کنیم ببریم توی وی اس کدمون که حتما استفاده میکنیم از این روش، خیلی هم مهمه. پس ما اینجا میتونیم تگ ها رو ببینیم و یه سری تغییرات رو اعمال کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب اینجا تب های زیادی وجود داره. المنت رو داریم که HTML رو برای ما، تگ های HTML رو برای ما نمایش میده. حالا اینکه تگ چیه رو جلوتر میرسیم بهش. و پایین CSS ها رو، استایل رو داریم که CSS ها رو نمایش میده که همون جوری که اینجا نوشتم میتونیم استایل های مختلف رو اعمال کنیم. کامپیوتر داره، لیاوت داره و الی آخر که اینا رو رفتیم جلوتر حتما دربارشون صحبت میکنیم، حتما میپردازیم بهشون. قسمت بالا کنسول رو داره، اینجا برای جاوا اسکریپت خیلی زیاد استفاده میشه. سورسز رو داره که اینجا فایل ها و فولدر ها رو به ما نمایش میده. یعنی به ما گفته که یه دونه index.html وجود داره که اینا کدهای درونشن که خب ما با این زیاد کاری نداریم برای الان. نتورک رو داریم که دوباره با این هم کاری نداریم. پرفورمنس، مموری، اپلیکیشن و الی آخر با اینا زیاد کاری نداریم. برای الان صرفاً تب elements رو نیاز داریم و توی CSS هم styles رو نیاز داریم. دو تا گزینه هم اینجا وجود داره که با این کار کردیم. این گزینه رو وقتی میزنیم وبسایت ما رو ریسپانسیو نمایش میده. ریسپانسیو یعنی توی حالتهای مختلف، توی ارزهای مختلف. ما اینجا میتونیم ببینیم توی موبایل اسمال توی 320 پیکسل وبسایت ما چطور نمایش داده میشه. توی موبایل های مدیوم 375 پیکسل ارز ارتفاع رو کاری نداریم و توی موبایل های لارج میانگین 425 ممکنه کمتر یا بیشتر هم باشن چطور نمایش داده میشه. توی تبلت، توی لپتاپ های لارج و توی مانیتورهای 4K یه همچین چیزی. علی اون نوشته‌ای که داریم خیلی کوچیک اینجا نمایش داده میشه. پس این تب ریسپانسیو هست. میتونیم لندسکیپ یا پورتریت داشته باشیم. اینا هیچی. میتونیم اینجا گوشی‌های مختلف رو انتخاب کنیم. مثلا بگیم این وبسایت توی 12 پرو چطور نمایش داده میشه که میشه ارز 390 در 844. خودمون میتونیم دستی وارد کنیم ارز رو 350 60 70 و الی آخر که بازم میگم اینا رو وقتی که به موضوع مورد بحثش برسیم حتما بهشون میپردازیم و مفصل دربارشون صحبت میکنیم. الان صرفا ما داریم درباره محیط کد نویسی که اینجا داشتیم که VS کد بود و خروجی که داریم که توی کروم داشتیم، قسمت های مختلفش صحبت میکنیم. 23 دقیقه فکر میکنم تا همینجا کافی باشه درباره محیط کد نویسی که داشتیم که VS کد رو بررسی کردیم و خروجیش توی مرورگر صحبت کردیم. جلسه بعدی که میشه جلسه چهارم، ویدیو چهارم میشه درباره سینتکس HTML و ساختار اولیه فایل HTML که ما اینجا داشتیم صحبت میکنیم و میپردازیم به این که خب حالا چطور باید خود HTML رو شروع کرد کد نویسی کردن و نوشتن. پس تا همینجا کافیه و بقیه مطالب برای جلسه بعدی. تا جلسه بعدی بدرود.